سلام درود به اهل هنر، به اهل فرهنگ، به اهل دوستداران سینما و به اهل بلاگرای حاضره. این برادرها الیتا از استادی ما هاشم گدا، این کتابش هست در اینجا. این دیگر استادا هستن. این اینجا دا کینو، تئاتر، استادانی که این رودکی را بازی کردیان و دیگر استادا این دیگر بانوها هستن. این همش درباره کینو و درباره سینما و درباره تئاتر و درباره وای هستن. این اینجا دا ما هستیم جوشته در همین ژورنال ما هم هستیم. فیلم آینه بجیلو، فیلم آینه بجیلو دا یک جای بدیم. این اینجا دا استاد هاشم گدا رستم و سهراب بازی کردگیان. تخمینه این رودکی. این اینجا دا فیلم آینه بجیلو های. این اینجا دا ما هستیم. این منم. این بینیم همه استادا و برادرها این فیلم. مقصد این را نشان دادن در چی های؟ هر نفره میخواه که بلاگر شود، میخواه که اکتیوری تئاتر و سینما و دیگر هنرهایی که بین خلق را پیشکش میکنن باید از مکتبی هنرها بگذارن. وقتی که ما میخوندیم دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان بود، این حال دانشگاه فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان است. با نام استاد میرزا ترسونزاده. خواهش میکنم همون جوانایی که میخوان بلاگر شوند، میخوان که در سینما بازی کنن با مثل این استادا، میخوان که کتاب نویس شوند، میخوان که فکرای خودشون بیان کنن در دیگر نفرها، باید از همین دانشگاه دولتی صنعت بگذارن. این بینهایت یک یاردم کلان میکنه برای هر یک هنرمند. باید که در تئاتر کار و فعالیت کنی که برای آینده صیقل بیاوی. باید که این خیلی ژورنالا که بخوای صورتاتا ببینی درو به مثل الو به مثل خاص واقع گفته در گرفته در اونم بری به قول روسا دال گبری باید بخونی. من هیچ که حقی نصیحت کردن ندارم. چیزی که از سرم گذشته همه را گفته استم که دودر کوی عزیز ما دا بسیار زنگ میزن که ما چه خیلی کنم بلاگر شم، ما چه خیلی کنم شاگردی توشم. شاگردی من نشم، شاگردی هیچ کس نشم. برا اینستیتوت صنعت بخون، دیپلم تا بگی، با سری بلند خودت الکی حس میکنی که باید چیکار کنی، خودت پیشروی میکنی، خودت حرکت میکنی. وقتی که نخوندی فقط یک از محتاجی که ما چه خیلی کنم این مرا بیا یک شاگرد بگی بیا مرا یاردم که نه. وقتی که خودت میخونی خودت صاحب معلومات میشی، خودت صاحب عقل میشی، خودت میتونی که خودت پیش ببری. برای همین اینستیتوت صنعت دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان درش همه وقت گشوده. میخوای رژیسور شی، میخوای اکتور شی، میخوای که برای ایدهای عمومی صحنه ها بمانی در بین خلق، در بین جامعه، بخوای که نقش ژورنال ها در مثل این استادا باشی، همه وقت با دانشگاه دولتی فرهنگ جمهوری تاجیکستان باش. همه دو در کار توصیه میتونم بریم بخونین، آینده برای شما در کار میشوند. باقی سربلند و خانواد باشین. خداوند یار و مددگاری همه ما و شما دوستان عزیز.